مضاربه سه نوع شرط دارد. یکمش شرط هایی که به صاحب مال و صاحب کار تاجری که با آن مال تجارت میکنند، دویمش مال خودی مال و سومش فایده. خب اولینش شرطی که به صاحب مال این را رب المال میگویند و تاجر را مضارب میگویند. آنها باید عاقل باشند و به بلاغت رسیده باشند، ولی شرط نیست که مسلمان باشند. یعنی میتواند انسان مسلمان با یک کافر چیکار کند؟ مضاربه تجارت کند. دویمش شرط رأس المال، سرمایه، مالی که میگذارند. شرط اولش پول نقد باشه. مثلا یک انسان بارش رو میدهد و میگوید که با همین بار مضاربه کن، نمیشود. انسان باید پول نقد دهد، یا اینکه میگوید که همین بار را فروخته با پولش مضاربه کن. در این حالت درست است. همچنین بعضی که از شرط‌هایش چی است؟ مبلغ معین باشد، معلوم باشد چقدر مبلغ میدهند برای مضاربه. باز یک شرط دیگرش این است که قرض نباشد. مثلا میگوید که با همون قرضی که من به تو داده بودم مضاربه کن. نه، این جایز نیست. و باز یک شرط دیگرش این است که پول را اول پیشکی باید به صاحب کار، به آن نفری که تجارت میکند، آن پول را به او دهد.